خلاصه یک نشانه سعادت تامین میشن. یک جوان پیش یک شخص پیش رسول اکرم آمد و یا رسول الله متی الساعه قیامت کی میشن. آمین. از این بلاهایی که امروز آدم مبتلا شده این کسی خطرناک را هم ماند مردم جمهوری ماند مردم مسلمان رو نگه دارند. پروردگار مبتلا شدگی را شفای کامل نصیب کنید. تن صحتدار از این بلا سلامت دارند. آمین. شما فرزندات علی توفیق و رنگ خودت بارین دوستار علما بوای و کمال رسانه. این نشانی سعادت عبدالحکیم مؤمن بین فقط محفلش اون دانلو هستند. این محبت با علماها این نشانی ایمانداری است. در رسول اکرم صلی الله علیه و هر کس روز قیامت با دوست هر کس با آدمی که به او محبت داره اخلاص داره الفت داره با او میکنه. نماش مولانا روم میگه که نوریان مر نوریان را جاذبند. اهل نور اهل ایمان، اهل نور اهل اسلام، اهل نور اهل نماز. اینها مثل خوشان با آدم ها را دوست میدارن. ناریان مر ناریان را طالب. اما کسی بایشان اینجا کنیم که همونجا کشادیدن همونجا کشادیدن تکیه به دیوار کنن خیلی مردی بازارش کجا خودش میشینه و این 90 در هفته شوخی نداریم با ایشان. آمین. خیلی خلاصه یک نشانه سعادت تامین میشن. یک جوان پیش یک شخص پیش رسول اکرم آمد و یا رسول الله متی الساعه قیامت کی میشن. حضرت گفتن قیامت شدنی است، امر خدا هست و تأخیر پذیر نیست که خدا خواهم لحظه میشن. اما تو بگو برای قیامت چی توشه داری؟ ما زمان هستم. و یا رسول الله من توشی زیادی ندارم، نه نماز بسیاری دارم، نه شب داری دارم، نه ریاضت دارم، نه روزی نفع دارم، رنگی ما تنبل بودن. اما یک توشه دارم میکنم، یک دست آویز دارم، یک دست کپک دارم که شما رو دوست میدارم و خدا رو دوست میدارم. ولی من لایق این نیستم و لیکن محبت دارم به شما، اخلاص دارم به شما. رسول اکرم تا انت مع من احببت، تو همراه با دوستت هستی. این خیلی بشارت حضرت انس که ما هم الحمدلله رسول خدا رو دوست میداریم. ابو بکر و عمر و عثمان و علی صحابه هاش دوست میداریم، علماها رو دوست میداریم. انشاءالله امید دارم که همراه اینها باشیم. شما من این نشانه ها هست که هر باره بیم نشانه نظام هستن، عبدالرحیم هستن، فلان نگشت دارن، کاریا هستن، شیخ هستن، ما را از اون رای دور میگیریم. این خودش نشانه هم است که واقعی امر شرع است. خداوند امر کرده برای بنده ها که اندر شرایطشان خوب باشه قربانی کنند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم خودشان قربانی میکردن. با او شما را امری و قربانی کردن فرمودند. حضرت انس میگه و کان صلی الله علیه و سلم یضحی بکبشین املحین اقرنین موضوعین سمینین. رسول خدا قربانی میکردند با دو قشقاری کلان شاخداری پرده‌ای اخته کرده شدگی. یکیش میفروشتن برای خوشان به خاندانشان، یکی را برای امتی که از سبب کمبغلی شرایط قربانی کردن نداره برای اویا میکنن. خلاصه قربانی سنت است. هم ضیافت ایمن است. گوشت قربانی رو میخوریم، فرزندامون میخورن ضیافت قربانی بچه ها میخورند، بر همین این ثواب داره. هم ضیافت خاندان، ضیافت همسایه ها، حیوانات هم میخورند، ضیافت شریف. بیا حضرت بیا بالا بیا بالا بیا. من جای رو فهم نه جمله اینجا بگو امر. آمین. بنابرای قربانی از مال اخته کردگی هم میشن. مالی که اخته کردگی هم فتواز میدن. کشمار هم میشه، اخته ناکردش هم میشن. پس 4 نوع حیوان قربانی درست هستن.
یکی از گاو نر و مادر، یکی از اشتر نر و مادر، ثمانیت ازواج را قرآن میگه. یکی از گوسفند نر و مادر، یکی از بز نر و مادر. قربانی از اصل نمیشه، از آهو، قید و از گاوزن و از مرغ و از اینها قربانی نمیشه. و هر حیوانی که مادرش خانگی باشه و پدرش وحشی باشه و هم قربانی میشه. اما برعکس مادرش وحشی باشه و پدرش خانگی باشه و هم قربانی نمیشه. در این مسئله های شرعی نمیشه. قربانی فردا تا نماز شام میشه. امروز پدر میشه. اما تکبیر تشریک امروز نمازی فردا نماز اصل تمام میشه. قربانی همه روز تا شام تمام میشه وقتی. تکبیر تشریک با یه روز بعدی هم هست. نمازها رو که خوانده کتان سلام داده الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. این تکبیر تشریف گفتن عقیب 23 وقت نماز واجبه. مذهب ماذا؟ مذهب جمهور سنت مؤکده که حضرت ابو یوسف امام محمد از علمای ماست. و فإنها ایام اکل و شرب و ذکر لله. روزهای عید، روزهای یاد خدا هست، روزهای خوردن آشامونه. ببینید قدر ضیافت خدا برای ما است قرار داده است. به سبب حاج عبدالحکیم خدا نگهش داره. مرحوم مادر عزیز جاش جنت کنه، خاندانش در فیض و برکات نازل کنه. این همه شکر خدا میخواد، این نعمت خدا است. بنابراین همین کسانی که قربانی میکنن چی ثواب میگیرن؟ ببین حدیث رسول اکرم چی گفتن؟ من ضحى طیبة بها نفسه محتسبا لأضحیته كانت له حجابا من النار. حدیث ابو داود و بیهقی روایت کردن. کل محدثان کرد میگن تباری خوشم میدونن کار شد. کسی قربانی میکنه با خوشدلی و خرسندی، با رازگی، با شکرانی نعمت که خدا این ثروت بایگری رو تو دادی، این مال و ثروت تو دادی، این تن صحتی رو تو دادی، من این مال رو برای تو قربانی میکنم. خدای از من قبول کن. گفته قربانی کنه، قربانی او سبب خلاصش از آتش دوزخ میشه. زیرا که روز قیامت از بالای دوزخ همون ما میگذریم. از اون که که نام صراط است و آن رو دستنش برای همون آسان کنه. در حدیث مسلم رسول اکرم گفته خیلی 3000 سال راه است. 1000 سال بلندی میبره، 1000 سال راست میره، 1000 سال پایان میبره. اون طرف بخلاص میشه. از همین پل صراط ما و شما رو فردا چی میگذرانه؟ این قربانی های کردیم. و رسول اکرم در استفرحوا ضحایاکم فانها مطایاکم علی الصراط. قربانی ها تا فربه کنه، مال بیعیب کنه، مال دوست داشته کنه، در مرکب سواری شما در روز قیامت. قربانی فقط خون برآوردن امر خدا هست. خون برآوردن وظیفه ما و شما هست. اما گوشت وای مال شماست. همش هم که خودتان خوره، خیلی کنه در خانتان، خدایی کنه، آدمان تقسیم به اون کار شماست. فتوات میگه اگر رفت ثروتمند باشه مستحب 3 تقسیم کنه قربانیشن. یا تقسیم شه صدقه کنه، همسایه‌ای که کم بغلن 1 کیلو 1 کیلو تیشن. یا حصهش ضیافت کنه روز عیدی، پداش با دوستان میبیان قبری کنی میکرد. یک کسی برای فرزنداش داخل بینیمونو نیست آساسی بخشا میکنه. اما خودش اگر فرزنداش بسیار باشن، نبیرهاش بسیار باشین، به این روز آیدش کلانه اونا باشن، اگر همشان خودش کنه، هیچ کسی چی نتیه گناهگار نمیشه. همشه در قیله کنه، داخل دل مون استاس بچه هاش خوردن. برای مقصد از قربانی چند فرمان برداری هست. ولی بعضی جاها تا 3 روز باید گوشت قربانی در خانه باقی نمونه گفتی گپا میدونن، اینطور مردم میترسن. این حکم شرعی اسلام نیست. او ساله که رسول اکرم این گپ رو گفته بودن، مدینه بسیار خوشتالی بود. مردم از بیابانها آمده بودن، چیزی خوردنی نداشتن. کوچه های مدینه پر از سائل و گداها بود. رسول اکرم عید قربان آمد، اصحاب بزرگوار هم کردن که کلام قربانی میکنه،
باید تا 3 روز گوشت قربانی در خانهش نمونه تمام شد. این مقصد بود که عمولا رو طی کنن اما سال دیگه که مردم با تیز شد و با بارانای پدرپی شد و زندگی خوب شد، صحابه گفتن یا رسول الله این سال هم قربانی ها ما تقسیم کنیم؟ حضرت نه کلو و دخیرو و تصدقو خوره گفتن باقی ماندهش ذخیره کنه خوب یه حسی کم شد صدقه کنه. بنابراین قربانی مقصد فرمان برداری است. هیچ عمل در روز عید قربان بهتر از قربانی کردن نیست. بنابراین هر اهل خاندان شرایط داشته باشه سنت رسول اکرم یک مال قربانی کنه. رجبی در اسلام نیست اما قربانی در اسلام هست. این پیغمبر خدا امر کرده، این خدا امر کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فصل لربک وانحر. نماز عید خوان و بعد از خواندن نماز عید بالا عید مسلم قربانی کنید. رسول اکرم از سالی که نماز عید قربان واجب شد سال 2 هجرت تا سال وفاتشان بحث نکردن، قربانی رخصت کردن. حتی در سال حجت الوداع 100 اشتر قربانی کردن رسول خدا. 63 تیمین به دست خودشان کشتن. باقی ماندهش علی را گفتن تو هستین من وکیل شوزر. خداوند همه تانو نگه دارو. با سال دیگه هم قربانی برسانمانو با عید و شادی خرسندی بچه ها رو بینیدن. خدا نگهتان داره. و یا تانو این مسئله رو گیرشن. اگر مسئولات هم باشه درباره قربانی گیرشن. علماء ها غنیمتن در یک جا که آمدن مثل یک طبیب داریم برای بیماری دارو میپرسی. علماء هم که یک جا جمع شدن میشن یک مسئله های شرعی رو پرسه برای نماز، برای روزه، برای زکات، برای قربانی. یرا بسیار چیزی شما نمیدانید. در پیشگاه خدا دو جوابگویش مشکل هست. دوبایشون بازی گفتیم که دو روز اول عید اگر کم بغل باشه روز سیوم صبحی موشدی حفظ کار ندارن، جمعه کار ندارن. بنابراین همین چکار کنن دو نماز باید خوانن. آخر از نماز این عید رمضان قربان ده نماز 5 وقته فرض است. این خدا هم کرده. این در مسجد نشبه در خانه جماعت میخونیم. اما جمعه و عیدین وقتی که حکومت محکم کرد سبب اون این کسری پرسیداد مساقیدن کوهستانا دارن بعد از صحبت میدن قربانی درست کشتنش فتوا میگه همین ها میدونن. در وقتی نبودن عیدین بعد صبح عید باد صادق که دمید نماز بامداد خانه قربان همون کشتن میگه وقتش میگرازران دارن تا 3 روزه که کشی میشن. برای همین با که ندار بچن نخواندن تانه چی سر نیست که دوی اگر 10 کس جمع شده نماز عید خانه چند جا رو قبل جریمه کردیم چی پای داری؟ نمازی که تحفیظ فیهن خیرات حسان فبأي آلاء ربك تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو
لم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثواب ختم كلام ربنا بتمام أرواحك نزين خاندان أميد فاتحة خصوصا رحم مادر عزيز خلاونا الثواب خير إحسانها بنصيب شندنا نوراشان پر نور جاشان جنت خداوند به حق اسماء حسنا فیض و برکات در این محل و در این خاندان نازل مار خاندانشان برادراش فرزنداش از آفتان نگه دارن رزقشان و فراخ کن و کسب و کارشان به برکات خداوند نگهبان شد تا پیشکش کردن